به آدم جنوب سلام درست است یا درست نیست؟ به آدم جنوب سلام درست است دادر عزیز. کسی در حالت جنابت قرار دارد، خواه با طریق خانه‌داری باشد، خواه با طریقی که احتلامی شده باشد، با او سلام دادن، سلام کردن درست است. اینا یک نجاست حکمی هست. آدم جنوب در حالت نجاست حکمی قرار دارد، زیرا که اثر نجاست در ظاهر او هویدا نیست، یعنی چیزی در وجود او دیده نمیشه از نجاست. فقط به برآمدن همون آب او در حالت جنابت قرار دارد. برای همین حتی زنی که در حالت حیض است یا زنی که در حالت نفاس است، مثل جنوب گویم که نجاست حکمی در قرار دارد. اگر با آدم جنوب درست نباشه سلام کردن، با زنی که در حالت حیض و نفاس است سلام کردن هم درست نمیشود. زن هم در حالت ماهانه یا زن بعد تولد کردن که حالت نفاس است، اون هم در حالت نجاست حکمی قرار دارد. با او هم سلام کردن درست باقی ندارد. چی با او سلام کنی چی با آدم جنوب، هر دوش درست باقی ندارد. کمتر در مردم خودمان از وقتش که روی جنوب نبینیم قبیح است، مثال دیدن او کار برار نمیتید، گفته دیگر همینا که در ذهن مردم ما نشسته است، برای همین بسیار در نظر مردم خودمان بد میتابد. و ایلا سلام کردن درست است. حتی بینید در ماه رمضان میگد آدم از خوابش میخیزد در حالت جنابت، اگر آبازی کند صبح میدمد، زی خاطر میگد به خاطر آن که چیز تناول کند همون دست چه میشود، میاد همراه دیگرها خوراکش میخورد، بعد خوراک بعد رفته سر بدنش میشود. یا حضرت عایشه مادر ما میگد بسیاری وقت پیامبر خانه‌داری میکرد، در حالت جنابت خواب میکرد همراه من تا سحر. این سخن حضرت عایشه مادر ما نه. حاضر اگر ما و شما گویم یک کسی که بچه میچه گپینه یک بار خانه‌داری کردی خواب کو، بعد سحر میخیزی مقصد سر بدن تمه شوی، یگان کس ممکن با یگان مولای دیگه پیدا شد میگه اگر نکشو مردی حرام میمری. این خیلی میگن، ولی نه حرام میمری دادر عزیز، بلکه انشاءالله همون عملهای نیکی که کردی، همون ایمانی که داری، به همون ایمانت پیش خدا میری. بود این حالتی بود پیامبر در همین روبرو شیدگی بودن. خب دیگر سوال، در توی ها قلنفر طلب میکنی، قلنفر نمیتیان، میگن که بین زن و مرد جنگ میشود یا جدایی میشود. داملا همین را هم فهمونی. اگر این تنها در همون ناحیه تیمور ملک باشد، ما مقصد حیرتی میشویم، میگیم این جای تعجب. ولی در شهرها همین که وقتی در توی میروی تیزی طلب میکنی تیزی نمیتن، میگن ممکن نیست. اینم برادرای عزیز سبب آن است که ما تا حال نداریم، که فهمیش گویم نداریم، یا عقیده نداریم، یا همون عقیده نیست که ما تقدیر نیکی و بدی را از خدا نمیبینیم. در عرفیت میگفتن که مرد از خدا میبیند، نامرد از بنده میبیند. اگر قلنفر دادرای عزیز بین مرد و بین زن جدایی میانداخت، من در پاکستان بودم، یگان خوراکشون به تیزی نیست، 3 زن داره 4 زن داره، یگان جدا نیستن. ما یک زن قطعی جدا میشیم که ترسیده گشته، 4 زن قلنفر خورده گشته. عربستان رو ببینین، برین عربستان تماشا، برین هندوستان رو ببینین، همه همی دولت دنیا تیزی میخوره، یکی 4 زن 3 زن داره، یگان جدایی در بین اونا نشیده. انامینم حسابی گویم که ایمانهای ضعیفی ما که ما از همینا میترسیم. ولی در نکاح ببینین دستاتون راست کنین، پاتون راست کنین، هیچی دستات راست نکن، چهله که برای تو موافق هم تا بشی. و چی بود یک دستی ما زدرنی دستی ما گویا که نکاح ویران شوه. این عقیده جاهلانه را پرتافتن در کار بس دیگر.
از حساب ترسمان میترسیم، خاطر یک کس میبینیم فلانی ملال میشود، ملال دنیا و قیامت شود. این چی گپ از خودش آخه؟ آدما کدام مسئله های مهم را حل دارن تا حالی مردم گشت است یک دست در دست نمان پاتینکا قطیبره در بالای کورپاچای مردک بشی پاتینکا جا بگی دور ای تریزا پتا بر روالسه پاتینکا کی در کارای اون مرد کورپاچا خریده، کورپاچا دختای بهترین کورپاچا را تای پای داماد میاره، یا پاتینکای با کشینی خودش قطی در بالای کورپاچاش بگیر دور پرتاش دادر عزیز. نیست اینا عقیده ما نیست، از اسلام ما نیست، اینا از دین ما نیست دادر عزیز. یک بار باور که مردم از تمام چیز ترسانچه کردن. یگانه جایی که برای خدا در قرآن و ایای فرهبون و ایای فتقون، یکنین جایی که شما دارین جای ترس نزد من است، فقط از من ترسین، از چیزی نترسین. هر چیزی که وقتی از من میترسین همه چیز از شما میترسد. برای من دادرای عزیز در تویهاتون هم قلمفر دادن. یگان جای و یک حدیث پیامبر خواندم که کسی که برای اشتهای یک برادر مسلمان طعام آماده میکند، پیامبر برای این کسا از نام خدا گفتند که خداوند برای این گونه شخص در جنت قصر را بنا میکند. تو برای یک برادر قلمفر دوست می‌دارد، به قلمفر طعام خوردن نمیتونه. بسیاری برادرای هستن به قلمفر طعام خوردن نمیتونن، همون قلمفر را بربطش چقدر دلش خرسند میشه. دل همون خرسند شدن برای تو قصر در جنت بنا شدن است. اکو پیشینی ها ترسیدن دادرای عزیز، من شما را میگم شما نترسید. اینا بعضی ها در سخت هم میرسد. خب سوم، سه کس در گهواره گپ زدگی هستند املا، همونا را برای ما بیان کنید. من این فکر میکنم یک بار جوابش گفتگی هستم. سه کسی که در گهواره گپ زده بودند، یکی حضرت عیسی فرزند مریم. شما میتونید دادرای عزیز خدا شما را نگه داره. آخی من میخوام شما بسیار دانشمند باشین، شما دانا باشین، شما خواننده باشین. افسوس که شما بی‌دانشین، بی‌فهمین، همه فریبتون میکنن. افسوس. چی نارسایی دارین شما؟ چرا نمیخوانین؟ شما سوره مریم کش آیین از آیت 30 از او پیشتر از آیت های 24 قریب تا 40 خوانین. ترتیب گپ زدن حضرت عیسی فرزند مریم اونجا بیان شدگی هست که حضرت عیسی گپ زده بودند. ولی در سوره مریم شما وقتی هر چیزی را من گفتم دوست می داشتم که رفته شما همین را تیز در کتاب سنجش کنید. اون چیزی که میگویم شما رفته در او خوانین، تنی گوین که کو بینیم چی همین تو چه اندازه. خب توی خب بسم الله الرحمن الرحیم. فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. وقتی که مادر حضرت عیسی مریم که خداوند سپارش داد که تا 3 روز چیزی نمیگویی، حضرت جبرائیل وقتی که آن نفس آن دمی که از جانب پروردگار آورد و حضرت مریم روبروی ایستاد، حضرت مریم به خودش یک عبادتگاه خاصی داشت که میگه وقتی بیمار میشد خانه خالش میرفت، ماهانش حیضش اونجا میگذرونید. وقتی پاکیزه میشد باز همین عبادتگاهش می آمد. وقتی در عبادتگاهش بود که حضرت جبرائیل آمد، یکی به صورت انسان آمد میگه حضرت مریم گفت من به سوی پروردگار پناه طلب میکنم اگر تو از جمله شخصانی باشی که به من ضرر خواهی رسانید. حضرت جبرائیل گفتند من از جمله آن کسانی که برای تو دست حرام دراز کنم از جمله او نیستم. من جبرائیلم، من به فرمان خدا آمدم، من در تو روح را میدمم، تو حامله دار میشوی و تو فرزند خوب به دنیا میاری. گفتن آخر من با کسی مثلا شوهر ندارم، زنا نکردم، فرزند از 2 راه میاد، یا شوهر میکند یا زنا میکند.
گفتن پروردگار قدرت خودش به جهانیان نشان میدهد که به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. خداوند قدرتش نشان میدهد به جهانیان که من به پدرم به راه زنا هم برای شما اگر فرزند خواهم فرزند میتیم. این قدرتش پروردگار نشان دادن است. گفت و تو 3 روز با کسی صحبت نمیکنی و وقتی که روح را میگه گریبان حضرت مریم کشاد و روح را دمید، شکم حضرت مریم حامله دار شد از حضرت عیسی. بعد این فرزند به دنیا که آمد گرفته شد. وقتی آمد به عبادتگاهش در مردم گفتن این از کجا تو شوهر نکردی، تو بیراه نبودی، این فرزند از راه نادرست. بعد وقتی اینا گفتن حضرت مریم بچی گفت فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. بعد گفت همون کودک پرسین. مریم گفتن بعد ما گفتن چه کودک پرسین وقتی او در گهواره است او گپ میزند. همین حالت بود که حضرت عیسی از درون گهواره با صدای بلند چی گفت؟ قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اولین سخنی که حضرت عیسی از داخل گهواره گفت این بود اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب و النبی، مرا خداوند کتاب داد و مرا در آینده صاحب کتاب میکند و صاحب پیغمبری میکند. از داخل گهواره حضرت عیسی چیکار کردن؟ اینجا قصهش خیلی دراز است. بعد او چی گفته شما میتونید که از همین آیات های سوره مریم استفاده بکنید. یکم حضرت عیسی، دوم دادر عزیز جریج گفتگی شخص بودن. جریج شخصی بودن که بسیار عابد بودن، میگن در بنی اسرائیل بسیار خداپرست بودن، بسیار خدا ترس بودن و یک صومعه داشتن، یک عبادتگاه داشتن. بعد این در عبادتگاهش از سحر تو بگو خدا را عبادت میکرد. بناگاه مادرش آمد و جریج گفت، فریاد زد. این زمان صدای نبرآمد. جریج در درون نماز صدای مادرش شنید، گفت نمازم یا مادرم، نمازم یا مادرم. نمازش دوام داد. روز دیگر باز مادرش آمد، باز جریج در عبادت است. چه فرزند خوبه، چه فرزند نیکه، که فرزند همیشه در عبادت است. خدا همه ما را مثل جریج فرزند دهد، همچنان پای به عبادت باشد. بعدا مادر فریاد زد، باز دوم بار نمازم یا مادرم. با نمازش دوام داد. روز سوم باز آمد مادرش، جریج فریاد میزند، جریج صدا نمیدهد، نمازش دوام میدهد. مادر دکو خفه شدن که بچه من صدا نمیدهد و گفت خداوند تو را نکشد تا آن زمانی که تو چشم تو زنی زیناکاری رو نبیند. مادر میدانست که بچهش بسیار بچه عابد است. دل مادر خسته شد، دل مادر است ای گاه میرنجه انسان ای. مادر بسیار نعمت است دادر عزیز. از دعای بدی مادرم بسیار به حذر باشین. شخصی آمد پیش پیامبر گرامی، اصبت ذنبا عظیما، یک گناه بسیار بزرگ کردگیم، بسیار گناه کردم که از قبر روز قیامت میترسم. اگر توبه داشته باشد توبه کنم، توبه نداشته باشد دست به خودکشی میزنم که من شرمنده پیش خدا شدم. پیامبر بچه گفتن و هلک من امک، مادر داری؟ این گناه را بزرگیش چقدر گناهی بزرگی کرده بود. پیامبر شستن گناهی همون شخص چی گفت؟ مادر داری؟ مراد که یعنی مادر داشته باشی، رو خدمت مادر تکن، خدا همون گناهی که مثل کوه کرده ای میبخشه، نابودش میکنه. بعدن گفت لا یا رسول الله، مادر ندارم، مادرم گذشته گشت. و هلک من خاله داری؟ اما چند یگان خواهر شای اپا شای هست در دنیا؟ گفت بله. فبرها، گفت رو خواهری هم و در اپا هم در خدمت کو، خدا به خاطر مادر گناه تا میبخشد. مادر اینقدر قدر دارد، اینقدر فیض دارد. این نعمت از دست دل دادر عزیز. دوست دارین مادراتون؟ دعا کرد، دعای مادر بیشک در پیش خدا قبول میشه. از من یک وقت گذشت که یک زن بسیار زیبای فسانه در همون بنی اسرائیل بود است. دعای مادر تیری در نشان. بنی اسرائیل تشکیل کردن که بیان همه آدم هم مثلا در همین کار یک شرمنده میکنیم. خیلی او زنک پیشش آمد که سر کوتاه میکنم که وقتم تمام شد.
زنک پیشش آمد، هر چی که خودش می جنباند، هر چی که خودش نازو هر رنگ که میکند، این مرد به او تماما جریج به او اهمیت هم نمیدهد. این زنی هیلگر که بود در نزدیک جریج چوپان بود، با همون چوپان مگه زنا کرد، از همون زنای چوپان حامله‌دار شد. بعد در بنی اسرائیل آوازه کرد که مرا جریج رسیدگی است و همین فرزند شکم من از جریج است. در او جریج از عبادتگاهش بیرون کردن، عبادتگاهش چپه کردن، گفتن تو دروغ میگویی، تو مقصد فریب میکنی، تو عابد نبودی، تو خدا ترس نبودی. بعدا کشیدن در دادگاه، گفتن که جزاش میتیم. بعد جریج گفت همون طفل گفت نزد من بیارید، همون طفلی که از زنا تولد شده است. میگه جریج هم تا آمد و در شکم همون طفل یک تا به همین دستش زد. گفت فرزند، ای بنده خدا، در بین همین مردم گواهیت، پدری تو کیست؟ میگه همین فرزنده که خوردک از داخل لولک در بین مردم اعلان کرد پدری من همون چوپان است. گفتن دیگه مردم میگه همه در پیش پای جریج افتیدن، دستاشو بوسه میکردن که ما تو را تهمت کردیم، چیکار کنیم؟ گفتن همون صومعه‌ای که داشتم همون را بنا کنین و به همون عبادتگاه من چاقن نشوین، به من نزدیک نشوین. گفتن همین قدر خواهش دارم. گفتن سوم یک طفل را حکایه میکنن که در دست مادر شیر میمکید، بناگاه میگد که با پیشش یک اسب سواره گذشت و بعدا این مادر دید که بسیار اسب زیبا و این مرد همین خیلی لباسهای زیبا پوشیدگی، خیلی کت و کوته میبینید دیگر حیرت نمیمانید. مردم ما خیلی وقت یک آدمی کمتر پولدار کلاندار ببینن تیز به دلش میگذارن ای خدا رنگ همی پول دارد کنه، نمیدونه او ایمان داره نداره، او فراست داره نداره، ای خدا رنگ همی پول داره مال دارد کنه. همین مادرم هم تداعا کرد. بچه‌ش گفت در بغلکش که بود، گفت خدایا، گفت بچه مرا رنگ همین کنی. میگه از داخل پیستان سر داد، میگه و گفت خداوند اصلا مرا رنگ این نکنی. بعد از آن میگه کمی میگه شیر میمکید. بعد از آن شیر مکیدن یکی میگه یک شخص عادی بیچاره در حالت ظلم یک گروه آدما قرار گرفتگی بود، زده میبردنش که تو دزدی کردی، تو زنا کردی. باز مادر گشت گفت خدایا بچه من اصلا رنگ این نکنی. میگه این طفل باز دهنش از پیستان جدا کرد و گفت خدایا مرا مثل همین گردانی. بعدا مادر گفت بچه‌م گفت من در حیرت ماندم، به قدرت الهی من تسلیم شدم. چرا مثل آن کسی که لازم بود گفتی مثل اون نکن؟ این آدم در این خاری و زاری مثل این گرداند. اون شخصی را که مادر تو دیدی در بالای اسب و با اون شکل و با اون رنگ، اون بسیار ستمگر است. گفتند اون بسیار پاره‌خوره، او بسیار ظالمه، خدا مرا اصلا رنگی اون نکند. ولی این شخصی را که زده میبردن که تو ظالمی و تو دزدی و تو زنا، این را تهمت داشتند، این از زنا کرده است و دزدی کرده است. همین سه کس برادر عزیز در گهواره گپ زدگی هستند. خدا همه شما را عمر درازی و تن صحت و ایمان کامل و خدای جمعه را از همه ما و شما قبول گردانه و ما را خداوند بنده های نیکی خودش گردانه و انصاف و خدا ترسی را شعار ما، شعار خاندان ما گرداند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدا خواهد جمعه های آینده انا برای شما انشاءالله سوال جواب هایی که داریم خدا خواهد میخوانم. در حق حاجی صاحب دعا کنید. گفتند یک برادر مادرش از دنیا گذشته است، در حقش گفتند دعا کنید. خب خدای مهربان این فرزندان ظفر و بختیار و کامل و فاضل و اسقر شاه و دیگر از کمال آباد بود، از دهه کمال آباد خواجه